هشتم ژانویه سال 1978 از نام استاد بازار صابر نامه گرفتم. در نامه به جز صورت دوره جوانی استاد باز یک شعر هم بود با نام برف. شعر برف را تقدیم حضورتان میکنم. از هوا میده میده میبارد برف ماننده پری کفتر، شهری پر برف بر صدف ماند دخترانش به دانه گوهر. دختر موی و میژه ها پری برف می رود از نگاه من لغزان، گویا فرشته برف است می برد گرد برف در مژگان. دختر کاکلان نمزده را می تکد پاک می کند با دست، گویا این سحر چه قطره اشک از کدام چشم تر برآمده است. برف همچو دانه های شکر در لب دانه دانه می شود. چی لب گوشت گفته است ای برف، گلی تا برفی می خورد برفا. رهبره از هوای دامان بوی عطر می کند آب و هوا، یاد فصل بهار می آید مدت می روم از این سرما. روی آینه عرقشار است می تراود شکرنم از ذقنه، در تگ برف چله می سوزد لبم از گرمی لب و دهنه. استاد همچنین گفته مرا از خویشتن بار است بر دوش، نباشم تا با مردم بار ناساز. خودم باری خودم بودم تو طفلی، خودم را میبرم بر دوش خود باز. او در واقع خود را تا به بلندی های شعر و ادب فارسی دری و تاجیکی برسانید که خدا بیاموزدش.